آقای چارلی پاتر، دوست پدرم، مردی ریزه‌اندام و عصبی بود. مدام دستپاچه بود و انگار که خطری چیزی تهدیدش کنه، اغلب دور و برش رو میپایید، تا اینکه بالاخره یه روز داستانی رو برام تعریف کرد. تازه شناختم خبردار شد که چرا آقای پاتر بیچاره همیشه انقدر پریشان حال بود. ماجرا مربوط میشد به دوران دانشگاه آقای پاتر. گویا آقای پاتر و چند تا از دوستاش تو دوران دانشگاه با همدیگه قول و قراری میزنن. قول و قرار میذارن تا عهد و پیمان برادری ببندن. آقای پاتر داستان این شکلی تعریف کرد. برادری ما دیگه سر جاش نیست. سالها پیش برادریمون لعن و نفرین شد. زمان ما یه گروه 9 نفره بودیم. 2 نفر دیگه هم قرار بود بهمون اضافه شن. جک لافتون و ارنی کرامر. شب سرد زمستونی بود. شبیه امشب ما 9 نفر 2 تازه وارد رو برداشتیم و با خودمون بردیم روستای اطراف شهر. باید قبل از اینکه رسما باهاشون عهد و پیمان ببندیم امتحانشون میکردیم. اگه از امتحان سربلند بیرون میومدن رسما باهاشون هم پیمان میشدیم. بردیمشون به یه خونه مخروبه و متروکه. تازگی 2 مرد جوون هم سن و سال خودمون تو خونه کشته شده بودن. قاتلشون هم فرار کرده بود و هنوز گیرش ننداخته بودن. شمعی روشن کردیم و دست جک دادیم. بهش گفتیم برو طبقه 3، 1 ساعت همونجا بمون، بعدش برگرد بیا پایین. نباید حرفی بزنی، صدایی هم ازت در نیاد. اگه خاموش شد باید تو تاریکی بمونی و دیگه نباید شمع روشن کنی. همونجا ایستادیم و جک رو تماشا کردیم. جک از پله‌ها بالا رفت. نور شمعش تو راه پله‌ها افتاده بود. رسید طبقه 2، بعدم طبقه 3 که شمعش خاموش شد. گمون کردیم جک رفته کنج دیواری و بعد هم شمعش رو خاموش کرده. 1 ساعت گذشت. جک پایین نیامد. دیگه مطمئن نبودیم حدسمون درست بوده باشه. یه رو به دیگه هم صبر کردیم. بازم خبری از جک نشد. کلافه و عصبی شده بودیم. ارنی کرامر رو فرستادیم بره دنبال جک. همین که ارنی به طبقه 3 رسید شمعش خاموش شد. 10 دقیقه 20 دقیقه صبر کردیم. خبری از هیچ کدومشون نشد. داد زدیم بیاین پایین، اما کسی جواب نداد. بالاخره تصمیم گرفتیم خودمون بریم بالا دنبالشون. چراغ قوه‌هامون رو روشن کردیم و از پله ها رفتیم بالا. خونه خالی مثل قبر ساکت و تاریک بود. به طبقه 2 رسیدیم. دوباره صداشون زدیم اما جوابی نیامد. رسیدیم طبقه 3. طبقه 3 مثل اتاق زیر شیروانی بود. نگاه کردیم جک و ارنی نبودن، اما رد پاهایی روی خاک کف اتاق مونده بود. رد پاها رو دنبال کردیم. رسیدیم به اتاقی که به طرف اتاق زیر شیروانی میرفت. اتاق خالی بود ولی خون تازه رو زمین ریخته بود. پنجره اتاق هم باز بود. پنجره 8 متری تا زمین ارتفاع داشت. نردبون یا تنابی هم نبود که فکر کنیم باش فرار کرده باشن. همه جای خونه رو گشتیم، حتی دور و بر خونه هم گشتیم، اما پیداشون نکردیم. گفتیم حتما کلک زدن و دستمون انداختن. فکر کردیم بالاخره یه جوری از پنجره در رفتن و تو جنگل قایم شدن. خون کف اتاق هم برای رد گم کنی بود. خیال میکردیم فرداش سر و کلشون پیدا میشه و ماجرا رو برامون تعریف میکنن و کلی میخندیم. اما هیچ وقت سر و کلشون پیدا نشد. جک و ارنی برنگشتن. فرداش ماجرا رو برای رئیس دانشگاه تعریف کردیم. رئیس دانشگاه هم پلیس رو خبر کرد. پلیس هم چیزی دستگیرش نشد. چند هفته جستجو کرد و بعد دست از با دراستر جستجو متوقف شد تا همین امروز که کسی نمیدونه چه بلایی سر جک لافتون و ارنی کرامر بیچاره اومد. همین، ما دستگیر نشدیم، اما دانشگاه برادری و رفاقتمون رو قدغن کرد. هر 9 نفرمون 1 سال از دانشگاه محروم شدیم.
عجیب ترین قسمت داستان برای وقتیه که فارغ التحصیل شدیم. حتما یکی ما رو نفرین کرده بود، چون دقیقاً رأس همون تاریخ وقتی به روز گم شدن جک و ارنی می رسیدم، یکی از ما 9 نفر می مرد یا عقلشو از دست می داد و روانی می شد. من تنها بازمانده 9 نفرم. خدا رو شکر سلامتیم برقراره، اما یه وقتایی احساس عجیب و غریبی دارم. هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای فریادش بلند شد. آره، آخرین مرد هم مرد. داستان 22. کلیسا. مردی بود به اسم لری برگر. لری از بنی بشری و حتی از هیچ آدم زنده‌ای نمی ترسید. اما امان از مرده ها. اگر رد یا نشونی از مرده‌ای میدید، عقل از سرش میپرید. یه شب لری سوار جیپ قدیمیش بود و تو جاده داشت رانندگی میکرد. یه دفعه رعد و برق وحشتناکی زد و لری توی طوفان و بارون گیر افتاد. بارون مثل دم اسب میبارید. جیپ لری هم سقف نداشت، برای همین مجبور شد دنبال سرپناهی بگرده. به اولین سرپناه که رسید، کابین قدیمی و متروکه بود. با خودش فکر کرد حتما توی کابین مثل مغز استخونم خشکه. از طرفی مطمئن بود کابین جن زده است. برای همین حاضر نبود بره تو کابین رو نگاه کنه. زود گازشو گرفت و رد شد. چند کیلومتر اون طرفتر به یک کلیسای قدیمی رسید. کلیسای قدیمی و متروک وسط مزرعه معلوم بود. سالها کسی پاشو تو کلیسا نذاشته بود. شیشه همه پنجره ها ریخته بود، اما حداقل یه سقفی بالا سرش داشت. جیپشو پارک کرد و رفت توی کلیسا. تو کلیسا ظلمات محض بود. کورمال اطرافش دوری زد. نیمکتی پیدا کرد و روش نشست. نیمکت خوبی نبود، اما بالاخره خشک بود. دقیقاً همون جوری که فکر میکرد پاهاشو دراز کرد و با خیال راحت ولو شد. یه دفعه نوری جرقه زد و لری متوجه شد تو کلیسا تنها نیست. تقریباً همه نیمکت‌ها پر از آدم بود. آدما با سرای خمیده رو نیمکت‌ها نشسته بودن، جوری که انگار دعا میخوندن. همه یک دست و سفید پوش. لری با خودش گفت خدایا، لابد همه روحن. حتما از قبرستونی جایی اومدن که خیس نشن. لری از جاش پرید و با سرعت تموم پا به فرار گذاشت. یه دفعه یه راست رفت تو شکم یکی از ارواح و بنگ صدا داد. روح که از همه جا بیخبر بود داد زد چته داداش؟ حواست کجاست؟ لری بیچاره پاک عقل از سرش پریده بود. این همه روح یه جا تو کلیسا؟ چی فکر میکرد و چی شد؟ داستان 23. خبر بد. لئون و تد عاشق بیسبال بودن. جوون که بودن توی تیم بیسبال شهرشون بازی میکردن. لئون پرتاب کننده توپ بود، تد هم مدافع خونه دوم. حالا دیگه اون روزه گذشته بود. هر دوشون هم پیر شده بودن. اوقات فراغتشون میشستن پای تلویزیون و مسابقه بیسبال تماشا میکردن یا بازی رو تحلیل میکردن. یه روز لئون از تد پرسید به نظرت آدما توی بهشت هم بیسبال بازی میکنن؟ سوال خوبیه. هر کدوممون که اول بره اون دنیا باید جواب سوالو به اون یکی بده. از قضا تد زودتر از لئون از دنیا رفت و راهی بهشت شد. لئون بی‌صبرانه منتظر بود تا هر جور شده خبری از رفیقش برسه. یه روز لئون تد رو دید که تو اتاقش نشسته و منتظر لئونه. لئون از دیدن رفیقش خوشحال و هیجان زده شد. ازش پرسید خب بگو ببینم بهشت چجوری هست؟ بیسبال چی؟ بیسبال هم بازی میکنین؟
خب چند تا خبر از بیسبال برات دارم. هم خبرهای خوب هم خبرهای بد. خبر خوب این که تو بهشت هم بیسبال بازی میکنیم. آره تیمای خوبی هم داریم. من دفاع خونه دومم. مثل قدیما، مثل جوونیام. اینا خبرهای خوبم بودن. خب خبر بدت چیه؟ خبر بد این که تو باید فردا تو بهشت پرتاب کننده توپ باشی، مثل قدیم، مثل جوانیات. داستان 24 سوپ قبرستان. زن قصه ما رفته بود بازار تا کمی خرید کنه. تو راه برگشت از قبرستون میانبر زد تا زودتر به خونه برسه. توی قبرستون استخون بزرگی دید که از زمین بیرون زده بود. زن دله شد و استخون برداشت. با دقت براندازش کرد و با خودش گفت میشه باهاش یه سوپ قلم خیلی خوشمزه درست کرد. باید ببرمش خونه. هوا خیلی سرده. جون میده برای یه سوپ داغ. حسابی میچسبه. زن به خونه رسید. بی معطلی رفت تو آشپزخونه و مشغول تدارکات لازم برای سوپ قلم شد. کمی آب و هویج و لوبیا سبز، ذرت، جو، پیاز، سیب زمینی، تکه گوشت و کمی هم نمک و فلفل و البته استخون گنده رو ریخت تو قابلمه و اجاق رو روشن کرد. زیر شعله رو زیاد کرد تا آب قابلمه جوش بیاد. بعدم شعله رو کم کرد تا سوپ خوب بپسه و کم کم جا بیفته. کمی بعد رفت سراغ قابلمه. در قابلمه رو برداشت، سوپ رو بو کرد و کمی ازش چشید و با خودش گفت وای چه بویی، چه طعمی، مگه میشه تا شام صبر کرد؟ ناگهان صدای نازک و آرامی شنید که میگفت لطفاً استخونمو به هم پس بده. لطفاً استخونمو به هم پس بده. اما زن توجهی به صدا نکرد. کمی بعد صدا دوباره گفت میشه لطفاً استخونمو به هم برگردونی؟ خواهش میکنم. زن سرگرم روزنامه خوندن شد. بازم اهمیتی نداد. چند دقیقه بعد صدا یه بار دیگه بلند شد. این بار عصبانی بود و فریاد میزد بهت میگم استخونمو پس بده. نمیشنوی؟ زن همچنان به روزنامه خوندن ادامه داد. قرالون کنان زیر لب گفت بعضیا چقدر هولن. دوباره صدا بلند شد. این دفعه صدا زیادی عصبانی و شاکی بود. اونقدر بلند بود که تموم خونه رو لرزوند. من استخونمو میخوام. یالا بده. زن رفت سر قابلمه، استخون در آورده از پنجره پرتش کرد بیرون. بعدم به همون بلندی داد زد و گفت بیا بگیرش، بیا بگیرش. سکوت محضی حاکم شد. چند لحظه بعد زن صدای پاهایی رو شنید که سراسیمه و شتابان از خونش به طرف قبرستون میرفت. زن نفس عمیقی کشید. از جاش بلند شد و رفت توی آشپزخونه. یک کاسه سوپ قلم کشید و با خیال راحت نوش جان کرد. داستان 25 کت و شلوار قهوه‌ای. زنی شوهرش مرده بود. قبل از تشییع جنازه بالای سر شوهرش اومد تا برای آخرین بار ببینتش. به کسی که مسئول کار کفن و دفن بود گفت کارتو خوب انجام دادی. شوهرم مثل همیشه بود، عالی، فقط یه فرقی داشت. شوهرم همیشه کت شلوار قهوه‌ای می پوشید، اما شما کت و شلوار آبی تنش کردی. اون فرد گفت مسئله نیست خانم، لباسشو عوض میکنیم. زن چند دقیقه بعد دوباره بالا سر جنازه اومد. کت شلوار قهوه‌ای تن شوهرش بود و زن گفت حالا دقیقاً مثل همیشه شده. میدونم حتما کلی براتون درد سر شده آقا. نه مشکلی نبود خانم. اتفاقاً یه آقای دیگه هم اینجا فوت کرده. آقا کت و شلوار قهوه‌ای تنش بود. خانمش هم دلش میخواست کت و شلوار آبی تن شوهرش باشه. قد و قواره آقا هم تقریباً هم اندازه شوهر شما بود. داره برای همین آبیه رو دادیم به ایشون و قهوه‌ای رو دادیم به شوهر شما.
بالاخره لباس عوض کردن خودش کار سختیه، کلی زحمت داره. حقیقتش زحمتی نداشت خانم، ما فقط جای کله هاشونو با هم عوض کردیم. داستان 26 گرومپ. من و خانواده‌ام تو آمریکا زندگی میکنیم. چند سالی در شهرستان کوچکی به اسم شوهاری زندگی کردیم. بعدش رفتیم به شهر اسکنکتدی. تو اون شهر یه خونه خیلی خیلی ارزونی اجاره کردیم. خونه جن زده بود. کسی توش زندگی نمیکرد. به خاطر همین انقدر ارزون بود. اما برای ما مهم نبود. ما اسباب و اساسی هم با خودمون نبرده بودیم. شب اول تازه رفته بودیم تو تختمون. خیلی خسته بودیم. تمام روز توی قطار بودیم، خسته و کوفته. اما هنوز چشم رو هم نذاشته بودیم که صدایی شنیدیم. صدای گرومپ چیزی بود که از پله‌های اتاق زیر شیروانی پایین میرفت. پتو رو کشیدم روی سرم، اما صدا رو که نمیشه خفه کنم. همینجور پشت سر هم گرومپ صداش توی سرم چند برابر میشد. صدای گرومپ از پشت در اتاق خواب رد شد. از پله ها پایین رفت و به آشپزخونه رسید. از آشپزخونه رد شد و از پله های زیر زمین پایین رفت. گرومپ وحشتناکترین و بدترین سر و صدای عمرم بود. صبرمون سر اومد. همه بلند شدیم و دنبال صدا را افتادیم تا ببینیم چه خبره. به پلاک زیر زمین رسیدیم. تازه فهمیدیم اون همه هیاهو و سر و صدا رو یه صندلی کوچیکی را انداخته. صندلی تو زیر زمین وایساده بود. یکی از پاگه‌های صندلی به نقطه‌ای رو زمین خاکی زیر زمین اشاره می‌کرد. همه ایستاده بودیم و ما تو مربوط به صندلی زل زده بودیم. برادرم یکی گفت فکر کنم صندلی میخواد یه چیزی بهمون بگه. یه چیزی درباره همون جایی که بهش اشاره کرده. یکی رفت بیلی را آورد و شروع به کندن اون تکه از زمین کرد. اونقدر نکنده بود که یهو بیلش خورد به یه چیز سفتی. لبه یه جعبه از زیر زمین بیرون زد. همگی داد زدیم و گفتیم زود باش جعبه رو در بیار. آره زود باش. اما صندلی از ما بیشتر هیجان زده شده بود. مثل دیوونه ها بالا و پایین میپرید. یکی جعبه رو از سوی خاک بیرون آورد. بابا و پسر رو تصمیم گرفتن تو جعبه رو نگاه کنن. چشمتون روز بد نبینه. جسد مردی غرق به خون تو جعبه افتاده بود. مثل روز روشن بود. یکی اون مرد رو کشته. صندلی هم میخواست بقیه رو خبردار کنه. همون لحظه تصمیم گرفتیم فوری خونه رو ترک کنیم. ما توی اون شهر غریب بودیم. لابد همه فکر میکردن ما مرد رو کشتیم. بعدم رفتیم تا جسدش رو پنهون کنیم. در جعبه رو بستیم و گذاشتیمش توی چاله. توی چشم هم زدنی چاله رو پر کردیم و از خونه زدیم بیرون. صندلی از این که خونه رو ترک کردیم حسابی دیوونه و وحشی شده بود. دوباره گرومپ از پله های زیر زمین اومد بالا. صداش بلندتر از قبل شده بود. از بقیه پله ها گرومپ بالا رفت تا به اتاق زیر شیروانی رسید. حالتی که با چنان نیروی گرومپ میکرد و چنان سر و صدایی را انداخته بود که هر لحظه ممکن بود گچکاریای خونه بریزه رو سرمون. کسی از ما نپرسید چرا انقدر زود از خونه اجاره‌ای میریم. خب معلومه، چون هیچ کس بیشتر از یه شب تو خونه دوام نیاورده بود. خیلیایی که همون یه شبم به صبح نرسونده بودن. همه خدا رو شکر میکردیم که دوباره برگشتیم شوهری. حداقل توی شوهری صندلی‌ها آروم سر جاشون میشستن. هول نیستن، داد و بیداد را نمیندازن، وحشی بازی هم در نمیارن. آدم از ترس زهر ترک نمی کنن. غیب نمیگن و خبر آدم کشی رو به آدم ها نمیدن.